Merhaba arkadaşlar, benim adım Şehroz. Dördüncü derse hoş geldiniz. Salom دوستانی عزیز، نام من شهراز. با درس چهارم خوش آمدید. خوب دوستان، چه خیلی که شما در درس سوم دیده بودید. آخرین بار درباره دیالوگ ها و این دیالوگ ها رو خوانده بودیم و در اینجا کلمه ها رو و چی معنا اومدن آنها رو ifade کردیم. خب امروز میگذاریم دوام میدیم. خب با این مشق اینقدر احتیاج نداریم. خب از این مشق دویم، یعنی از مثال دویم سر میکنیم و در اینجا از ما بعض چیزها میخواهد برای که اینها در قالب خود بشینن. اینها رو باید اجرا کنیم، یعنی این موضوع هایی که در بالا آموختیم اگر خواهیم که در قالب یعنی در ذهن ما جایگیر شوند، باید این مشق هایی که بر ما داده اجرا کنیم. خب سر میکنیم. Aşağıdaki ifadeleri eşleştirin. Aşağıdaki ifadeleri eşleştirelim. Yani ifade هایی که در پایان هست با یکدیگر مقایسه کنید. یعنی مشق یعنی ifade های پایان را مقایسه سازید. خب دوستان، یکمش رو برای ما خود کرده است. görüşmek üzere yani تا دیدار. görüşürüz yani تا دیدار، یعنی وقتی که دو کس مثال من با دوستم گفتم görüşmek üzere یعنی تا دیدار گفتم، چی میگه دوستی من در قیاس؟ یعنی میگه görüşürüz یعنی تا دیدن، تا بازدید، باز میبینیم. خب دویمش باشد merhaba. خب مرحبا در جواب چی میگیم؟ یعنی اینجا کلمه‌ای که در ستون یکم هستند، وقتی که یک شخص و یک کس این ها رو به ما گفت، ما در جواب چی رو باید گوییم؟ اینها این طرف راست بودگی ها جواب هایشون هستن. گوییم خب مرحبا یعنی سلام. گفت در جواب ما چی میگیم؟ ما نیز سلام میگیم. خب این رو قلم رو خب خطا شد. قلم رو گفتم. مرحبا در جواب ما نیز مرحبا میگویم. خب تشکر ederim. تشکر میکنم. ما چی میگیم؟ خواهش میکنم یعنی تشکر ederim. خب در اینجا چی میآید؟ میبینیم مرحبا rica ederim یعنی خواهش میکنم. تشکر ederim rica ederim. خب این به اینجا میآید. hoşça kal یعنی خوب بیمون. خوب بیمون. در جواب چی میگیم؟ چینلیم یعنی خطایی هم. بنده من هم گفتن نمیشه. خیلی خوش بیمان گفتم. اگر یک از من گفت خوش بیمان یعنی او از من جدا شده است. جدا شده ایستاده است یعنی رفته ایستاده است. من چی میگم؟ خیر یعنی گله گله. خب دو کس شناس شد و یگان دوستتون یگان چیز گفته، چی میگم؟ ممنون oldum یعنی خوش شدم، خوشحال شدم. در جواب چی میگیم؟ بنده یعنی من. یک کس گفت که گفتم دو کس شناس شدن، میگم بعد چی میگم بعد از شناس شوی؟ ممنون شدم یعنی خوش شدم، خوشحال شدم. من میگم من هم خوشحال شدم یعنی بنده من هم. من گفتنی de من هم یعنی با تاجیکی هم. خب nasılsın؟ سوال داده است. nasılsın؟ چی میگیم؟ خوبم. خوبم با زبان ترکی چی میشد؟ iyiyim. nerelisin؟ یعنی کجایی هستی؟ از کجا میشی؟ nerelisin؟ خب در اینجا میبینیم چینلیم یعنی خطاییم یا چینی هایم. خب در اینجا چینلیم را اشارت میکنیم. نه haber یعنی چی خبر؟ خوبی و بدی و خوبم. نه چی خبر؟ خوبی، iyilik. چی خبر؟ خوبی. خوب همه تنج. hoş geldin. چی بگم در اینجا؟ احمد و خوش bulduk. hoş geldin خوش آمدی. من چی میگم؟ hoş bulduk. خوشحال شدم. senin adın ne؟ benim adım Ahmet. نام تو چیست؟ نام من Ahmet. خب در اینجا بر ما یک دیالوگ داده است. چی میگود؟ aşağıdaki دیالوگ tamamlayalım. Yani دیالوگی که در پایین است اجراش کنید با اتمام برسانید.
خب قلمم باریک شد. تمام. این دیالوگ Ayşe. خب اول جواب رو میخونم. iyi akşamlar. در اینجا یک چیزی گفته است که تیمو باشد. در جواب iyi akşamlar. Ayşe چی گفته است؟ این رو باید بیایم. iyi akşamlar. Yani ben hem iyi akşamlar میگم ki در جواب یک کسی دیگر بر من نیز iyi akşamlar بگوید. iyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar. Ayşe çi گفت iyi akşamlar. Timo boşa der cevap iyi akşamlar. Ayşe çi گفت است Timo? Benim adım Timo. Yani Neumann Timo. Senin adın ne? Yani der اینجا Timo nomi خود رو جواب داد. Benim adım Timo. Yani Ayşe çi رو پرسید است. سوال داده است. Senin adın ne? Ya da adın ne? Adın ne? Benim adım Timo. Senin adın ne? Çi پرسید است. Nomi tu çiz. Ayşe der cevap için میگه. Benim adım Ayşe. Ve Ayşe senin adın ne? ما Ayşe گفتم میتوانم این چنین جوابی دراز دادم میتوانم. Benim adım benim adım Ayşe. Ayşe. Nasılsın? Yani çi گفته است benim adım Timo, senin adın ne? Nomi tu چیست? Neumann Ayşe. Nasılsın? چخیل هستی؟ چطور هستی؟ چی میگو تیمو؟ yani در جوابی چخیل هستی؟ چطور هستی؟ خوبم yani iyiyim. İyiyim. Ayşe der cevap için ben de iyiyim. Ben hem خوبم. باز چی گفته است؟ تیمو گفته است که ben de memnun oldum. Yani ben hem شاد شدم. خیلی که memnun oldum. Ben de در اینجا بود. Memnun oldum. در اینجا هم ben de iyiyim. Memnun oldum گفت. Yani بعد از شناسایی خوشحال شدم. Yani در اینجا چی میگوید؟ memnun oldum. خب ben de memnun oldum. من هم yani ben de رو وقتی که ben de yani من هم رو دیده در اینجا محقق که memnun oldum اومده است که ben de گفته است. Ben de من هم memnun. من هم شاد شدم. خب در اینجا İspanyalıyım yani İspanyol هستم. Sen nerelisin گفته است. Yani اینجا یک سوال است که جوابش چی گفته است؟ İspanyalıyım yani nerelisin? Az کجا میشی؟ Nerelisin? خب ne? Nerelisin? İspanyalıyım. Sen nerelisin? Ayşe çi میگه؟ Türkiye'liyim. Veya Tacikistanlıyım. Tacikistanlıyım. Timo. Timo çiftes görüşürüz. Ahirine görüşürüz. Şeklinde de hoşça kal. Hoşça kal گفتارش mümkün است. Hoşça kal veya görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Ayşe çi گفته است. Ayşe گفته است güle güle. خوب ya bu evde de buluşmak üzere. Ayşe iyi akşamlar. İyi akşamlar. Adın ne? Benim adım Timo. Senin adın ne? Benim adım Ayşe. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nerelisin? İspanyalıyım. Sen nerelisin? Tacikistanlıyım. Hoşça kal. Güle güle. خوب. اینو گذاشتم. خب در اینجا اون چیزی مشکلی نیست. یک دیالوگ بود اون رو پر کردم. خب در اینجا چی گفته است؟ Yandaki ifadeleri resimlerle eşleştirelim. Yani
این ایفاده هایی که در اینجا دادن در طرف راست اینها رو با این رسم ها مقایسه کنیم است. یعنی در اینجا در کدام رقم میآید این رقم ها رو کنیم. خب در اینجا یک لاتری یعنی یک بازی لوتو گویم بازی شانس هست. خب در اینجا چی گفتن ممکن است؟ خب در اینجا afiyet olsun نمیشه یعنی afiyet olsun oş شود و اشتهای صاف اشتهای تمام. iyi dersler yani ders های خوب. bol şanslar yani şansı خوب ve بسیار şansı kalon گفتن. tebrikler yani tebrik میکنم. çok yaşa اینم ممکنه. خب در اینجا یعنی وقتی که یک کس لوتو بازی کرد ما چی میگیم؟ bol şanslar yani şans خوب yani اونجا یک ریسک میکنن یک کار یک بازی شانس است برای همین این یک میشه. خب دوم خواب کرده است کودک در اینجا چی میگیم؟ خوابی خوش با توجیکی. خب در اینجا چی میگوید؟ iyi geceler yani gece şab demek şab iyi خوب شب خوب و شب خوش در اینجا دو میآید. سه باشد یعنی گود سوپر. در اینجا چی میآید؟ خیلی خوب tamam. Çok yaşa نمیآید. tebrikler نمیآید. tebrikler nest. در اینجا tamam yani tamam ممکن tamam باشد. خوب این رو باز میبینیم tamam yani okey tamam okey. چور در اینجا در درس هستن چی میگیم؟ iyi dersler yani çor iyi dersler. پنج باشد اتسا داده است. خب چی میگیم؟ پیر شو و سلامت باش و عمری دراز پیر شو میگیم خودمون. در این با ترکی باشد çok yaş yani بسیار زیست بسیار بیزی yani با ترکی اگر کلمه ترجمه کنیم بسیار بیزی و پیر شو میگیم و سلامت باش میگیم. خب پنج شش باشد اینها سفر دارن به کجا میرن و اینا چی میگیم؟ راه سفر و یا راه سفر و یا سیاحتی خوب میگیم با تاجیکی. با ترکی باشد iyi yolculuklar yani yolculuk yani یک کسی که راه میبره یول yani یول راه گفتنی گپ. iyi خوب راه خوب و راه iyi yolculuklar راه سیاحتی خوب. شش هفت باشد این یک کسی است که یونیورسیته را ختم کرده است و فهم دیپلم خود را گرفته است و این چی میگه؟ این رو تبریک میکنیم دیگر یگان چیزی گفتنی نیست. چی میگیم؟ تبریکler. هفت هشتم باشد اینها در سر میزی طعام هستند یعنی خوراک میخورن. ما چی میگیم آنها؟ اشتهای طعام. خب در اینجا mutluyuz yani afiyet olsun. خب هشت afiyet olsun. نه باشد اینجا سالی نو هست با فکرم بله یا که این کودک با فکرم تورت هست در اینجا این روزی تولد دارد. خب با این چی میگیم؟ mutlu yıllar yani سالهای خوب با تاجیکی mutlu yıllar سالهای خوب گفته میشد. خوب در اینجا یعنی سالهای خرسندی با تاجیکی هم میدانم یکم با روزی تولد رو جشن نگرفتم که بدونم چی خیلی میگم با زبان تاجیکی. هپی برزی و اینان هپی برزی با انگلیسی. خب دهم باشد در اینجا یک کودک هست این با فکرم یک التجا دارد با یک کس یکم خطای کرده از مادرش و از پدرش یک عذر خواسته است با فکرم. خب این چی میشد؟ عذر dilerim yani مرا ببخش عذری مرا بپذیر عذر میخواهم یعنی عذر میخواهم یک طرز التجا است در اینجا. خب ده اینجا میآید. در اینجا یک بیماری هست. خب در این چی میآید؟ geçmiş olsun yani ما هنگام یک با زیارت یکم بیمار رفتیم. خب چی میگویم؟ خب میگویم که geçmiş olsun yani یکم بیمار رو دیدیم. خب دوستان زبان آموزی همین طور است که هر یک کلمه و هر یک ifade هایی که در دیگر زبان استفاده میبرن یک و یک اگر ترجمه کنیم این زبان بعضی زبان های یک دیگر رو شما نمیباشن. برای همین
Yani ما با زبان تاجیکی نمیدونم چی میگم. اگر با زبان ترکی میگن geçmiş olsun یگون بیمار و یگون کسلی دوچار شده است و یگون آور یک کرده است گفتمان چی میگم geçmiş olsun geçmiş olsun. خب این 11 آخران من اینجا یک گل داده است چی میگم خواهش میکنم بگیر لطفا لطفا یعنی یگون ناز کردیسیز مرد هم با اون میگفت لطفا یعنی بگیر گل خب 12 هم اینجا میگم. خوب ویدیو 15 minut شد دوستان درسی دیگر از اینجا خواهم devam داد. Size iyi çalışmalar dilerim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.